داشتن ریفراندوم تشکیل بشه چی گفتن؟ با شجاعت گفتن من پیش سروکایتی، لکات سروکایتی، دوای کات سروکایتی هر پیشمرگه بود، هر پیشمرگه بود بیشتر از جمهوری کنارگیری کردن به خاطر چی؟ من یه سوال دارم. آقای دکتر، من یعنی معتقد به قرآن است. مگه اون قرآنی که بهش باور دارید، این حکومتی که ظاهرا میگن حکومت اسلامیه و میگن رهبرش اسلامیه، مگه قرآن وقتی که میگه هر پیغمبری و از یک ملتی مبعوث کرده میگه چی؟ مبعوث کردیم از میان شما. چرا؟ میگه از خود ملت برای ارسال کردیم به خاطر بره. وقتی که من کرد حتی نمیتونم توی اصلا یک جمهوری رو برد کنم، نمیتونم استان خودم باشم. یعنی اون مشکلات باید یکی دیگه بیاد، باید دیگه شیعه دیگه خاص بیاد اینا خرده. ما این حرفی هم که شما زدید در مورد این که کردها میخوان به چی برسن، واقعا نقد دارم روی این حرف، چون ما کردها یه رهبری داشتیم مثل شهید قازی محمد، ما قاسملوومان داشتیم، اینا به ما آموزن که هیچ وقت ظلم رو قبول نکنید. ما هم به خاطر این چون اینجا ظلم وجود داره توی جمهوری اسلامی نمیتونیم این حکومت رو قبول کنیم، به خاطر این ما میگیم رفراندوم میخوایم. هر شبم آخرین سخنم به هر شبم به امید رسیدن آن شعر بلند شاعرمان زمزمه خواهیم کرد داخل دبه او روژه به کاوی کرم جانتای سفر کاس شانی دلالانی برگارا دیسنه هاوار بکن سلیمانی